پاککاری راه دوشنبه چناق از ترمه بزرگ که نیم کیلومتر را بسته است دوام دارد. ماشین های شرکت ایرس به تنفس کار میکنند ولی معلوم نیست حرکت در شهرهای مهم تاجیکستان کی اجازه داده می شود. ترمه که در اینجا ایستادگی هست اندازه به نهایت کلان داشت، درازی 500 متر، بلندی تا 45-50 متر می رسید. از روزی آمدن ترمه تا امروز تمام تکنیک ها کار کرده ایستادند. در این راه که شمال تاجیکستان را با پایتخت وصل میکند تا کنون کمش 15 نفر زیر ترمه جان دادند ولی مردم از ناچاری از روستاهای نزدیک پیاده به دوشنبه میآیند. مقامات میگویند به مردم بارها هشدار دادند که خطر ترمه زیاد است و بهتر است از حرکت در این راه خودداری کنند ولی هشدارها را تعداد به اینابت نمیگیرند. بچه‌های ایرس گفتن که اونجا ترمه بینیت کلان غلط دیگه شما رفتن نمیتونین. ما گفتیم ما باید رویم چون ما ساعتی یک الگه رجیستراسیون داریم به سفر دبی. و شدیم و یا گوش نکرده رفتیم ما بالای کانتر کوه کدی برآمده خواستیم که گذریم ویا. لیکن نمیخواد شد که درونی او افتادیم. خطی جرم هر دو ما افتادیم. پیرانسالان میگن این گونه وضع را در 10 سالهای اخیر ندیده بودند. همین قسال همین ما هم دورهای استندی هم می اومدیم می رفتیم خیلی ترمه ندیده بودیم. به حد وضع این مرا حاضر با کار کرده استادان ترک و چیزا بولدوزی رو. ما همین سحر همین خونه برادر خستیم. من همین ساعتی بعد همینجا پیاده اومدیم. در این طرف راه در شهر دوشنبه دهها ماشین بزرگ بارکش منتظر باز شدن این راه و حرکت به ولایت سوخت هستند. تجارت و داد و گرفت هم بین پایتخت و سوخت مثل همین ماشین ها ایستاده است. نمایندگان شرکت ایرس میگن ممکن است تا 3 روز دیگر راه را باز کنند. اما هواشناسان میگن بهتر است مردم از طریق راه دوشنبه خوجند حرکت نکنند زیرا با بالا رفتن حرارت خطر ترمه صدها مراتب بیشتر شده است.